دادگاه نویه چمل کشور اولتوی روسیه یک مرد زاده تاجیکستان را در برانگیختن کینه و عداوت نسبت به خلق روس گناهکار شناخت. دادستانی اولتوی روز 30 مای سال 2024 خبر داد که این زاده تاجیکستان ماه دکبر سال 2023 در شرح نوشتهش در زیر یک مطلب در گروه اینسیدنت گورنو آلتایسک در شبکه اجتماعی ونکنتاکت به سخنان رو داده است که بر اساس نتیجه های تحقیقاتی لینگویستیکی یا زبانشناسی در آن نوشته ها علامت های دعوت به برانگیختن کینه و عداوت، همچنین علامت های تحقیر و شان و شرف انسان و یا گروه انسان ها به دلیل ملت و زبان آنها دیده می شود. خود این مرد تاجیک و نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی بنا به استدعای دادستانی در دادگاه نویه چمال در جریان مرافعه پروندهش این مرد به گناه خود اعتراف نکرده ادعا کرده است که کسی صحیفه او را در شبکه ونکنتاکت شکسته از نامش هر گونه شرح نوشته است. اما نوشته دادستانی تفتیشات معین کرد که به صحیفه این زاده تاجیکستان در شبکه ونکنتاکت تنها از تلفن موبیلی او در آمدند و به این تلفن به غیر از صاحبش یگان کسی دیگر دسترسی نداشت. در این اساس دادگاه این مرد تاجیک را بر اساس ماده 20 کدش حقوق ویرانکنی‌های مأموری روسیه در برانگیختن کینه و عداوت و پس زدن شان و شرف انسانی گناهکار شناخت و با طلب دادستانی نویه چمال به 40 ساعت کارهای حتمی محکوم کرد. حکم مرد تاجیک هنوز قوه قانونی نگرفته است و او میتواند از آن شکایت برد.